سلام علیکم، بفرمایید. سلام قربان، خسته سلامت باشید. شاکی به صلاح حقه. به صلاح حق. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله، من احمد هستم از ایران. احمد آقا از ایران، بفرمایید احمد آقا. حالا شما خوبه استاد؟ من یکی از بیننده‌هاتون هستم قربان. سلامت باشید احمد آقا، بفرمایید. در رابطه با کلیپ هایی که پخش کردیم اگر مطلبی دارید بفرمایید. بله، من البته خودم شیعه هستم، اما جز شیعه‌ای هستم که به قول معروف برنامه شما رو نگاه میکنم و اعتقاد دارم که خیلی از چیزایی که پخش میکنید به نظر من رو اصول و بر اساس استناده، چون به هر حال هر مسلمونی قرآن رو باید معیار خودش قرار بده و اون چیزی که تو قرآن اومده و روشنه رو باید مد نظرش قرار بده. کاملا درست میفرمایید. بله، من عرض خاصی نداشتم، فقط خواستم تشکر کنم، بگم یکی از بیننده‌هاتون هستم. تشکر احمد جان. دنبال میکنم. بله جناب آقای انصاری، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و برنامه‌تون رو ادامه بدید. من یادم رفت بگم، من از استان تهران تماس میگیرم خدمتتون. تشکر احمد جان، تشکر از تماستون. بله متشکرم، لطف کنید. خداحافظ. خدا نگهدارتون.